یک نقطه دیگر. چرا؟ خدا و رسول خدا دین مبین اسلام تمامی نوشیدنی و کشیدنی که مست میکند، عقل رو خیره میکند یا عقل رو تیره میکند، چرا حرام میگوید؟ چرا حرام است؟ تمام نوشیدنی های مسکننده یا کشیدنی های مسکننده یا مضر حرام است از نقطه نظر دین مبین اسلام. و خاطر دیگه همین عقلت فعال باشد، دویم این عقل فعال باشد، عقل کرخت نشود، عقل خللدار نشود، دویم فعال باشد، از روی عقل و فراست و خیرخواهی زندگی داشته باشی. و یک برادر صحبت داشتیم، بعد خب صحبت میرفت، در روش صحبت گفتم که برادر ولی میشنوم که خودت زیاد مینوشی، مسلمان هستی، نمازم میگذاری، چرا چنین میکنی؟ گو که من ننوشیدم، یکون ضرر دیدم. گو حضرت خودت نمیدونی، اگر من ننوشم اون کفایی که در اون بعدی نوشیدنم میکنم یا کروی رو که میکنم هیچ وقت ننوشیده و کرو رو کرده نمیتونم. برای که ولی یک جرأتی بلندی پیدا کنم باید چیکار کنم؟ بنوشم. همه دانشمندا و عالما و شاعرا و خردمندا و این همه با نوشیدن چنین شدن، نوشیدن چنین خردمند و دانشمند شدن، ایجاد کردن، کتاب ها تألیف کردن، چقدر کشفیات های علمی کردن، این همه با نوشیدن کرد؟ نه. خب که باشه چرا با نفسی خود، با جسمی خود، با جان خود ضرر میاری؟ گفتم که برادری عزیز، تو دانه خدا، یعنی قسم به پروردگار، تو میدونی که همین عرق ضرر میکند، همین عضوهای داخلی را همه را آسیب پذیر میکند، او میدونم که ضرر میکند، لیکن اون سخنایی که یال دیگر در شیاریم گفتن نمیتونم وقتی که نوشیدم میگویم. یعنی چرا این همه حرام است؟ به خاطر که عقل فعال باشد و مسلمان باید که در اساس عقل و فراست سلیمش، بیدارش، آگاهش باید زندگیش رو پیش ببرد. تربیت فرزند آسان نیست، لیکن نتیجه و نعمت خلاصه‌اش بهترین نعمت است. فرزند رو تربیت کردید و برجامونده کشیدید و فرزند بالای چشم دیده بابا جان پدر جان گفته می بردارد، از این دیگر نعمت بهتری هست؟ یا اینکه زیر پایت کند، از این دیگر بدبختی هست؟ یا ببرد او در بسویب خانه بپرتایدد، از این دیگر بدبختی هست؟ از این دیگر مصیبت وزنی برای انسان هست؟ همونایی که میبرن میپرتوین در بسویب خانه، فرزند 5 6 8 فرزند دارم، میبرن میپرتوین سراغشون نمیکنن، سالش قطعی. چرا چنین میکنن؟ فرزندون تربیه نکردن، فرزندون به تربیه موندن. گاه کمک از خبرگیری است، از همون سرخورده ها میرویم، بعد میگیم امک چه حال دارید؟ زندگی عزیز بد میشود. چند فرزند؟ 8 فرزند یا 5 فرزند. فرزنده هیچ میوین خبر میگیرن؟ نه، سالش قطعی نمیوین. خب که نمیوین چرا چنین شد؟ چرا این 5 فرزند ولی این جگرگوشه شما رو آوردند ترک کردند و رفتند و هیچ سراغتون نمیکنند؟ چی شد؟ میگه دملا که نپرس، خود کرده رو دوا نیست. خب میگم یعنی گپ بین خودمون، من نام شما رو هیچ جا نمیگیرم، لیکن از روی برای تجربه، برای آموختن، برای سنجش، برای تحلیل چرا چنین شد؟ اون که هیچ ممکن نیست چنین شود. خب که راستش بگویم، در وقت تربیت فرزندان، در جوانی، توانمندی، دارندگی، یک نوشیدن، یک کشیدن، یک فسق، فجور و زنا و حرام حرج رو از زن و فرزند از همه بالا دانستم. حالا همیشه برای همین برادران اهل اسلام فرزندان رو تربیت کنیم تا اینکه در پیری خور نشویم. فرزند رو در ذهنش رو بعضی از دوستای هستن که دو موسیما میگن دملو یک خونه بیاید اهل خانواده و فرزندان رو یک نصیحت کنید. گفتیم رفته بودیم 2 ماه یا 3 ماه پیش 3 ماه پیش اومده بودیم تو همین 3 ماه رو تاثیرش خوب بود، درک میبینم که باز یعنی فرزندای طرف و طرف ولی انسانی که خود قابلیت نصیحت کردن ندارد، یک دانشمند رو، یک عالم رو دعوت کند که اهل خانواده رو یک موضوع معینی نصیحت
پند و اندرز و آداب و اخلاق و یعنی تقوا و پرهیزگاری و دینداری و احترام پدر و مادر و همه. حتی من نیاز به نصیحت دارم، همین من نیاز به نصیحت و نیاز به راهنمایی دارم. همه انسان نیاز به نصیحت دارد. ولی جوانان کن علل خصوص جوانان نیاز به نصیحت دارد. همیشه نصیحت کردن در کار است که ما و شما در عصر و زمان زندگی داریم که تمام نمودی خطر، تمام نمودی وسواس، ولی دیگر این در وسوسه های شیطان های انسی انسانی، اون شیطان های جینی در حیرت ماندگی هستند. وظیفه اون شیطان های اساسی که شیطان های جینی رو همین شیطان های انسانی ده برابر زیاد عملی کرده ایستادن. جوانان رو به کی، به کدام راه‌های، به گجوهای، به چی افلاسی‌های، به همجنسگرایی و به نمیدونم که چی بلا و آفت یعنی دعوت کرده برده ایستادن. باید که پدر مادر یا اکا یا دادر، کسی که شعور دارد اندیشه دارد اندکی، باید که اون به تجربه رو اون جوان رو باید نصیحت کند که دادر یا اکا حالا رفیقایی که خودت داری اینا خطر دارن، از زمین رو دست بکش. حتی قرآن میگوید که فردا روز قیامت انسان پشیمانی میکند، میگوید که کاش با فلانی رفیق نمیشدم، کاش با فلانی دوگانه نمیشدم که اون دوگانه هم برد من رو بدبخت رسوا کرد، شرمنده دنیا و آخرت کرد، یا اون رفیق من رو بدبخت دنیا و آخرت کرد. پروردگار در قرآن یعنی قرآن میگوید استعیذ بالله یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. خلیل یعنی چیز؟ رفیق. ای کاش فلانی رو رفیق نمی گرفتم، این رفیق من رو بدبخت کرد، این رفیق من رو تباه کرد، این رفیق من رو تمام نحسی و کسرتی و کسافتی و ناکامی ها رو برای من بالای من آورد. مسلمان به نهایت اهمیت جدی برای فرزندان و اهل و خانواده و پیوندان و نزدیکان باید چیکار کند؟ باید به نهایت زیاد اهمیت بدهد.